میشه این رضا رو دیگه نیاری؟ لعنت به این دنیا که مدگل 500,000 ساب داره ولی سوء 34,000 تا. فلان ننت فلان ننت فلان ننت. سلام، برابکس یوتیوب، سهیل اقتصادی هستم. آقا امروز میخوایم براتون کامنت های هیتو بخونیم و جواب بدیم به هیتو. من خودم نه دیدم نه شنیدم، بریم توش ببینیم چیه. قبل از اینکه کامنت اولو بخونم، این کامنت ها از اینستاگرام و یوتیوب و تلگرام، یعنی کامبینیشن از این چیزایی که به من گفتن اتاق فرمان. شما از این براتون میاد یا من فقط اینجوریم؟ چون بی شخصیت و لولش پایین، آدم سالم اینا رو تشخیص میده و بعدش میاد. خب این که کامنت خوبیه. اوکی، این که خب بعدش میاد، این به قول معروف چیز خوبیه. هر کسی میفهمه خودش کجاست. وقتی که تو یه چیزی شروع میکنی توش اومدن جلو، حالا تو دنیای همین معروفیت یا سوشال میدیا یا اینفلوئنسر، هر چی که میخوای بهش بگی، اولش که میاد یه شخصیتی میاد جلو. یکی میاد یه شخصیت بدیه، مثلا چه میدونم ازش ویدیو اومده داره سگ و کتک میزنه، بعد این یارو معروف میشه، هم ازش متنفرن. بعد که یکی دیگه میاد تو بازی یه کار دیگه میکنه، مثل من مثلا یه جور دیگه میام تو چش آدما و من جوری که اومدم همش با عشق اومدم، یعنی همه منو فقط دوست داشتن اون اولش. بعد که گنده تر میشی، همه چی تو دنیا دو طرف داره. اصلا یه چیز مسخره که من یه حرفای جدیدم اینه که میگم اکثر چیزا اکثرا دو تا جواب درست داره. یعنی حالا مثلا به غیر از دو تا 4 تا، ولی واسه مثال من میگم دو تا 4 میشه، بعضی موقع دو تا 5 میشه. هر چی تو بگی، یعنی بگی ماشین برقی، یه سری بعدشون میاد نه ماشین باید بریم زمین رو سوراخ کنیم، یه چیزی بیاریم آتیش بزنیم، دود بزنیم، هوا رو زمین رو احتمالاً از بین ببریم، چون من فکر میکنم این بهتره. خب پس هر چی دیگه دلیل که زمین گرد و صافه، مردم با هم باز بحث میکنن تو دنیای امروز. ها اگه مثلا 2000 سال پیش بود میتونید زمین صافه رو، من خودم میگم جزء زمین صافه، به تو امروز که دیگه ویدیو ازش هست یا مثلا ماهو میتونی ببینی با تلسکوپ خودت، دیگه خود بعد الاغ باشی، ولی خب هست دیگه. برای همین پس همه چی تو دنیا دو طرف داره. منم تا یه زمانی هیچی اصلا هیت نمیگرفتم، هیچی. یادم یه دفعه سپر اینجوری تلفنمو گرفته بود، یعنی بهش گفتم، گفت هیت میگیری؟ گفت دیدی هیت میگیری؟ مثلا هیت الکی میگیری؟ گفتم نه من هیت نمیگیرم. اگه چت بد نگو دیگه، کی هیت نمیگیره؟ همه هیت میگیرن. گفتم نمیگیرم. تلفنم دستش، اینجوری رفت تو تلفنم، رفت تو مسیجا، اینجوری خون. بعد بچه‌ام نشسته بودن، یادم نمیاد دقیقاً ولی فکر می‌کنم جیدال و پومان و همه نشسته بودیم دور هم. بعد اونجوری گفت بچه‌ها این واقعا هیت نمیگیره، همه باهاش خوبن. خب یعنی برای همه هم غیر عادی بود، برای خودم هم غیر عادی بود. من چجوری میشه فقط همه دارن به ما لاو میدن؟ مرسی دمتون گرم، خیلی احساس خوبی بود، ولی یه خورده غیر عادی بود چون هیچ چیز اینجوری نبود. بعد اونجا من فهمیدم که اوکی پس من خیلی معروف نیستم، خیلی شناخته نیستم، فقط آدمایی که اومدن خوبی منو دیدن منو قبول کردن و همینا. الان که دارم هیت اینجوری میگیرم که چون بی شخصیت و لولش پایینه، خب من که خودم میدونم آدم بی شخصیت نیستم، لولم که دقیقا میدونم کجاست، پس حرف این که واسه من تأثیری نداره. این نشون میده فقط یه آدمی که اومده تنفر بده. الان به موسی میگم این چه ویدیویی، میگه اصلا مهم نیست، این کامنت رو زیر همه جا میذاره. این برای من چیزی نیست که من بخونم بگم راست میگم من بی شخصیتم، راست میگم من لولم پایینه. من اینو که میخونم میگم انقدر دیگه معروف شدم دیگه زمین صافه. بریم کامنت بعدی. بیچاره بچه‌هات. ببین بچه‌ها من که نمیدونم، ولی اگه میشه ادیتور این حرف کینگرامو دیروز که گفت من خونه خیلی ها زندگی کردم ولی عشقی که تو چه بچهای سوئل میبینم هیچ جا ندیدم و اینو پخش کن. این دیگه یه آدمیه که آدم حسابیه، به قول معروف این ور زیاد رفته، آدمای زیادی رو دیده، میتونه یه آدمی که میتونه بگی آقا میتونه ببینه صحنه رو نظری بده. و این کسی که میاد خونه من میخوابه یه روز دو روز، اینجوریه که مثلا یه 2 ساعت یا رو 2 ساعت حرف میزنه. نه قشنگ یه تایم اینجاست که تو 2 روز بچه‌ت یه بار رو اعصابت میره که بگی آقا بشین بس کن نکن. پس میبینه من که بچه‌مو دعوا میکنم، میبینه که بچه‌مو بهش شکلات میدم مثلا جایزه یا و هر چی که هست. و این حرف کینگرام. از اون رفیق دارم که پروفسور دکترا داره، اون میگه جوری که تو با بچه‌هات رفتار میکنی من تا تو زندگیم ندیدم. یه رفیق اونو که چند وقت پیش اینترویو کردیم برعکس گوگل که هادی باشه، اونم پی اچ دی داره، دکترا داره، خیلی با بچه‌هاش خوب بود. گفتم چقدر با بچه‌هات خوبی؟ توی ویدیو گفتم، حتی گفتم جوری که با بچه رفتار میکنی خیلی قشنگه و اینا. بعد که ویدیو تموم شد اومد یه 4 ساعت به من گفتش که 4 5 ساعت بعدش اومد به من گفتش که سهیل من کاش تو ویدیو میگفتم، ولی من اون لحظه چیز خوشم زد. دلیلی که من با بچه‌هام خوبم چیزایی که از تو یاد گرفتم. یعنی فکر کنم به یه نفر بگی که چرا با بچه‌ات خوبی، بعد 4 ساعت بعد بیاد بگه به خاطر تو من با بچه‌ام خوبم. طرفم دکترا داره. واسه همین نمیدونم کامنت آزاده خانومو قبول کنم بیچاره بچه‌ها، یا کامنت 2 تا دکتر رو یا آدم دنیا دیده.
این پیام جهت علاقه به داش سهیل نوشته شده است. کل کامنت اینه. دمت گرم پارس گجت. این پیام جهت علاقه به داش سهیل نوشته شده. مرسی واقعا. من این عشقایی که میدین خیلی تاثیر داره. خیلی جالبه. تنفرات تاثیر نداره ولی عشق خیلی تاثیر داره. سلام بر پلنگ صورتی خودم عمو سهیل چیزباز جهان. این که خیلی لاولی بود. قرار بود کامنت بد بدیم بهمون. بعدش داره میاد. سهیل حواست باشه خونه‌نویسی لوله کش یا تعمیرکار چیزی نیاد خونه. نه نمیذارم. همیشه خودم خونم حواسم هست. اگه فکر کردی من به خانواده اعتماد دارم اعتماد ندارم. زده مسئولیت گوساله نه مسئولیت. من کسا نمیفهمم یعنی چی. من یه دفعه رفته بودم مسافرت پشت لباسم زده بودم XIA. هر کی میگفت اسمت چیه میگفتم زیا. بعد میگفت زیا میگفتم نه زیا. بعد میگفت زیا میگفتم نه زیا. بعد میگفت زیا بعد میگفتم نه زیا. بعد هر چقدر تو میگفت زیا من میگفتم نداری اشتباه میگی بعد بگی زیا. من حالا حسن میفهمم. زده مسئولیت گوساله نه مسئولیت. یکیش با عینا که اینجوری میذاریم هم یکیش با عین غینه. میگم فارسی مسخرمون هر چیزی رو میتونه 100 جو بنویسیم. مثل اسم خودمون که میشه 288 جو نوشت. سهیل واقعا مایه افتخاره که پسرت اینجوری فارسی صحبت میکنه. چه خوب. اصلا همین جواب کامنت قبلی سگ زد. اگه تو خصوص یه بچه 2 ساله که روس فارسی یاد بگیری تو کشور کانادا بعد بیا من بگو فارسی زر میزنی. خیلی حال کردیم ما. یه مدت به خاطر رضا فرشته برنامه‌هات رو دنبال نمی‌کردم ولی تازگی برگشتم به تو. آقا دمتون گرم که برمیگردین. لطفاً هم نرین چون اولا که به من که ضربه نمیزنی به خود ضربه میزنی. چون اینجا من نیومدم مثلا جوک بگم که مثلا بری یه جای دیگه پیدا کنی مثلا جوک بگه. چیزی که من به یاد میدم و اینا رو من نمیدونم کجا دیگه دارن یاد میدن. یعنی من خودم به نظر من هیچکی مثل من بهتر از من داره سعی نمیکنه مردم یاد بده پول جمع کنن و زندگی آیندهشون رو بسازن و تو زندگیشون خوشحال باشن و از این حرفا. در صورت ولی از اون پوینت اینه که کاری نشه باش من با کی برنامه میگیرم. من با همه بتونم برنامه بگیرم. من اگه مثلا میگم خامنه ای به من آفر بده که من میخوام بیام تو برنامه من بگم نه چون تو طرفدار مثلا رژیمی نه خدامه تخمش هم میلیزم بیاد تو برنامه. من هر کسی رو که بیاد و یه چیزی به ما اضافه کنه میکنم. کی تو زندگیش داره چی کار میکنه به چه دلیلی و ما نباید قضاوت کنیم. اگه اینو نمیتونی یاد بگیری نمیتونی بگی زن زندگی آزادی یا مثلا ناراحت باشی واسه خانم امینی. آزادی یعنی همین. منظور از $1000 برای 2 تا میخ منظورش $100. میگه 3 ماه در سال میریم کالیفرنیا منظورش 5 روزه. خب این داستان میگه که من چیزا رو مثلا الکی میگم و گنده میکنم و اینا. من یه دونه بیشترین کامنتی که از مردم میگیرم بعد از اینکه با من دوست میشه میاد میگه من تو رو اولش که دیدم فکر کردم خیلی خالی بندی. میگفتم ماشاءالله چه چاخانایی یارو میگه اصلا حد نداره. بعدن فهمیدم که کمم میکنی. مثلا اون دفعه که گفتی 5 نفر رو کتک زدی بعد فهمیدم که 7 نفر بودن ولی 7 نفر چون 2 تاشون رو هول دادی دیگه حساب نکردی. یا مثلا اونجا که میگی رفتم $14,000 باختم $14,900 باخته بودی ولی تو میگی $14,000 900 رو نمیگی. واسه همین من این دفعه اولم نیستش. خیلی طبیعیه. زندگی من خیلی خفن بوده. جوری که من زندگی کردم برای سی آدما فقط میتونه دروغ باشه و این فقط نشون میده که من دارم حالشون میکنم. 3 ماه میره کالیفرنیا منظورش 5 روز. من فقط 5 روز میکشه برسم کالیفرنیا. پسر خوب خدایی هنوز هم این آمریکا نبودن تو مغزته. 1-2 سال برو آمریکا ما هم ویدیوهای بعدی رو تو آمریکا ببینیم. خب ببین من دوست دارم برم آمریکا. منم گیر بچه‌هامم. من بچه‌هام به قول معروف درسشون تموم شه همونو چون من بچه‌ام تموم شده درسشون موموکو الان 12 سال دیگه کار داره. 12 سال دیگه من شده 55 سالم. حالا یه خورده کمتر 53-4 سالم. من تو 53 دیگه میرم کالیفرنیا. یعنی اون موقع ویدیومون اونجا خواهد بود. حتما امیدوارم اتفاق بیفته. سهیل من خیلی واسه پول زحمت کشیدم. صاحب مغازه ها جاکش تو از ما دزدیدی. سهیل خیلی زحمت کشیدم واسه دزدیش. خیلی زحمت نکشیدم واسه دزدیش. اتفاقا خوبیش این بود که آسون بود. باور نمیشه که چقدر آسونه. ولی آره من هر مغازه‌ای که توش کار کردم چون من واسه کمپانی خیلی بزرگ همه کمپانی میلیونی بود دیگه. کمپانی که بالای مثلا 10,000 نفر 20,000 نفر کارمند داره. من همیشه کثیف‌ترین و بی‌شرف‌ترین دزدی بودم که تو مغازه بود و فقط به فکر خودم بودم چون دیدم واسه ما هیچ زحمتی نمیکشن. هر چقدر ما کار بکنیم نمیتونیم پولدارتر شیم. من چون می‌خواستم پولدار شم به دزدی زدم چون راه دیگه واسم نمیذاشتن. سلام سهیل بیشتر ویدیو تکی بذار.
مرسی از کامنت قشنگ. سهیل جان باور کن تنهایی حرف بزنی خیلی زیباتر و مفیدتره. واقعا این کامنت رو من زیاد میبینم و پر و کرکم میریزه. یعنی فکر کن یه آدما میاد اینجا 2 نفر میشیم 2 تا مغز بعد هم میگن نه لطفا یه مغز. یعنی پر و کرکم میریزه هر دفعه میخونم. باورش سخته. سوال خیلی باحالی. از صبح میام سر کار ویدیوهاتو میبینم تا غروب. عشقی دادا. دمت گرم. ولی سر کار باید کار کنی. فلان ننت فلان ننت فلان ننت فلان ننت فلان ننت فلان ننت. خب این که مسیج واسه مامانمه. 760 لایک گرفته. بعدیش خوب زده. خدا رو شکر که زبان فارسی دست امثال حافظ و فردوسی افتاد نه دست امثال شما. آقا من اصلا کارم دیدی به دختره میگی دختر زیبا چرا ان تو مغزت هم نیست؟ بعد میگی به من گفتی زیبا. منم تنها چیزی که الان شنیدم این که منو یه نفر توی فردوسی مقایسه کرد. اصلا دیگه بعدش بگو مادرم فلان. اصلا بعد این کامنت بعد کامنت قبلیه که خوندم چیز نه. سطحی نگر مساوی سوال اقتصادی. 1000 تا لایک گرفته. یکی منظور اینه که مغزو پوک میکنه. 5000 تا لایک داره. یکی دیگه میگه سطحی نگر مساوی سوال اقتصادی. میگم من هیچ چیزی ندارم بگم چون که خب طرفم نمیشناسه دیگه. داداش تو رفیق علیرضا جیجو سه به خاصه است ما انتظار نداریم اهمیت املا و ادبیات رو بدونی. زیرش هم زدم فک. البته اون بنده خدا که اونا آدم حسابی هم اونا چیکار کردن من بیشورشونم. من نمیدونم چرا. یعنی میتونی به علیرضا جیجو سه به خاصه بگیم بابا شما با سهیل دوستین ولی این ولی فکر نمی‌کنم کار کنه. اونا من تا حالا ندیدم اونا چیزی اشتباهشون آهنگ میخونن و یه چیزی که اونا دارن تو زبان فارسی میرن جلو. ای کاش تو کلا حرف نمیزدی. آره خدایی چه حالی چه زندگی متفاوتی داشتم اگه من کلا حرف نمیزدم. کونه مف نخور احمق. اوکی نمیخورم میذارم همش واسه تو. برخوردتو با بچه‌هات میبینم عشق میکنم. سلامت روان از خانواده‌تون میباره. دمتون گرم. منم خیلی دوست دارم بچه‌ها رو باشون اشغال میکنم. یعنی واقعا بهشون میرسم. دیشب اومدن تو اتاق برای بار مثلا 20م بعد النا گفت بستی ساعت مثلا 11 شب. بعد النا گفت بستی دیگه نیاین. بعد من گفتم که بچه‌ها به حرف مادرتون گوش ندید. هر وقت خواستین صبح شب شلوغی مهمونی پارتی خواب کریسمس هر وقت خواستین میتونین بیاین تو اتاق ما سوال بپرسین. همه چی دان تو فقط بگو. یه دفعه لایو بودم بعد همه داشتن ازم سوال متفاوت میپرسیدن. بعد یکی از سوالا این بود که چرا دارین همه چی رو از این میپرسین؟ یکی راجع به حسابداری میگه، یکی راجع به دوست دختر میگه، یکی راجع به ساختن خونه میگه، یکی راجع به فندک میگه، یکی راجع به رول کردن گل. گفت چرا همه چی راجعش میپرسین؟ بعد یکی بهش کامنت داد گفت آخه این همه چی رو میدونه. خیلی لحظه خوبی بود واسه من بچه که بودم عاشق این بودم که یه همچین شخصیتی بشم. عاشق این بودم که وقتی یکی چیزی میگه من بدونم داره چی حرف میزنه بتونم بهش اضافه کنم یا درستشو بهش بگم. یعنی میدونی دوستشم همیشه اینوالو باشم توی کار اینجوری. کاری که کردم برای چند سال زیاد مثلا 14 سال 15 سال هر روز بین 1 ساعت تا 4 ساعت ویدیویی نگاه کردم که چیزی نیست به تو یاد بده. و یه جا دیگه میرفتم دانشگاه میشستم سر کورس‌های معمولی همینجوری کورس همیشم بدون که تو دانشگاه باشم فقط میشستم سر کلاس چون کلاس 300 400 نفره بود معلم نمیفهمید. میرفتیم میشستیم یاد بگیریم چه ایرادی داره. بعد یه رفیق داشتم توی این کلاس‌ها خیلی دیگه الان تو دانشگاه که میبینی همش یوتیوب میذارن. همین میگه خب اینو توضیح بدم این ویدیو نکنید، خب اینو توضیح بدم این ویدیو نکنید. بعد ویدیو رو که میذاش من اکثر ویدیو رو به رفیقم میگفتم اوه این ویدیو نکن خیلی خفنه، الان نکن ببین تو آبیه چی میشه، اوه این ویدیو نکن خیلی خفنه ببین الان میمونه چی میشه، اوه ویدیو نکن خیلی خفنه ببین الان مثلا اون آب از نظر مثلا کوانتوم فیزیک چی میشه. اینا رو که همه رو باش چیز کردم. یه روز اومدم از کلاس بیرون گفتش که سهیل یه چیز خیلی عجیبه امروز نوتیس کردم. گفتم چی؟ گفت تو چرا همه ویدیوها رو دیدی؟ ما کلاسای متفاوت میدیم چندین وقت نمیایم هر ویدیویی که میذاره تو نه هر ویدیویی گفت اکثر ویدیوهایی که میذارن رو تو دیدی. سعی میگی اینو نگاه کن اونو نگاه کن. چرا اینا رو نگاه کردی؟ از کجا پیدا کردی مثلا این ویدیو رو نگاه کردی؟ خب من اون روز بود فهمیدم که اوکی من انقدر ویدیو اطلاعاتی نگاه کردم که دیگه تقریبا تو همه جاها یه چیزایی رو دیدم و سر اینه که میدونم و واقعا به مرگ مامانم اگه چیزی رو ندونم میگم نمیدونم. یعنی اینم کاملا دارم. مثلا بیا من بگی آقا به نظر این چیه میگم نمیدونم. بعد بگی حالا نظرت میگم من نمیدونم. نظر من هیچ ارزشی نداره هر چی تو میگی. باز گل زدی اومدی پیش دوربین. ببین من الان 20 سال دوربینو به دوربینم گل میزنم دیگه. اصلا کسی ما رو بدون گل ندیده تا حالا. خیلی لجنید. خب این که این کامنت بدی نبود این فکته. اگه پسر با پسر بخوابه گی حساب نمیشه. پلشتا عقم گرفت. آها بچه این کامنت ها راجع به ویدیویی که با سحر بود که
سحر راجع به چیزای خصوصی صحبت میکرد که مثلا با دوست پسرشون میرن دختر بلند میکنن و پسر بلند میکنن و اشغال زیادی میکنن، داشت صحبت میکرد. یه سریا نیستن. ببین منم شخصا دوست ندارم، خب یعنی منم بهم حتی آفرم شده که مثلا هی ما داریم میگیم که میتونی از این کارا بکنی و مثلا 10 تا دختر دیگه هستش میتونیم بیاین با هم دیگه حال کنیم. من میگم نه مرسی، نمیگم حالم ازت به هم میخوره. اگر منو مجبور کنی شب بالا بیارم، خب پس یعنی حال من به هم میخوره، ولی نمیگم به طرفم، چون که من میدونم من لازم نیست برم اونجا، پس من لازم نیست حالم به هم بخوره. حالا شما اومدی کسی به تعارف نکردی که بیا، اومدی یه ویدیو میبینی که یه نفر داره میگه من دوست دارم این کارو بکنم، بعد تو دیگه من بالا میارم. خب چرا بالا نیار گل من؟ سوال تو خیلی اوپنی، برو گی شو. آخه نمیتونی که گی شدن که آپشنال نیست، یا هستی یا نیستی. اینجوری نیست که مثلا بگی من از امروز میخوام گی شم، مثلا سوپرمن شو، یا سوپرمن به دنیا اومد یا سوپرمن نیستی دیگه، تموم شد. وسطش که نمیتونه بشه. لعنت به این دنیا که مدگل 500,000 ساب داره ولی سوئه 34,000 تا. نه دیگه دو دقیقاً دنیا همینه. اطلاعات خوب و اینا فالوور کم داره چون همه باهوش کمه. ویدیوهای شروور و خرافات چون مردم احمق بیشتره فالوور بیشتر داره. کاملا منطقیه، ولی موافقم با لعنت به این دنیا. تو در حد رام نیستی سهیل لش. خب من نگفتم در حد رامم. میشه این رضا رو دیگه نیاری؟ دوباره برمیگردیم به همون زندگی آزادی. من آزادی میخوام و دلم میخواد هر کسی که میخوام بیارم. از اون طرف هم شما آزادی داری، رو اون کسی دوست نداری کلیک نکنی. هم شما با آزادی رسیدی هم من با آزادی. یعنی این کانورسیشن لازم نبود. شاید خوب نباشه مقایستون داری مسائل، ولی با سیاست کاریت حال میکنم. سهیل جان مثلا پوتک هر روز ویدیو آپلود میکنه، من نمیبینم، ولی تو هر وقت پادکست آپلود میکنی من میرم تنقلاتمو میگیرم، میگم ای بابا سهیل پادکست آپلود کرد. اولا که مرسی سهیلمو با چند جور متفاوت نوشی، یه بار 3 نقطه، یه بار 3 دندونه، یه بار 3 فلان. دوم اینکه ممنون. منم واقعا خواستم همینه که بچه‌ها که ویدیو نگاه میکنن یه چیزی یاد بگیرن، یه بخندن، مودشون عوض شه، برن بالا. آقا دمتون گرم واسه کامنت ها. آقا در صورت هر کامنتی که بذارین خانوما بگن نگن دوباره سکسیستی. خانوما هر کامنتی هر چیزی میذارین دمتون گرم، چه هیت باشه چه لاو باشه، به دنیای ما کمک میکنه. حالا میدونم کسایی که کامنت لاو میذارن اگه میشه لطفا یه دونه بعد از اینکه کامنت گذاشتین یه دونه کلمه انگلیسی هم بذارین. love it, great, good. دیگه جی او دی که کاری نداره. اینو بنویس بذار، مثل اینکه یوتیوب اش میکنه کسی کامنت انگلیسی بذاره. دمتون گرم. جاکس.